کاکری منطقه کوهستانی دارای تپه‌های مرتفع خاکی در غرب هرات در مرز افغانستان و ایران قرار دارد. این منطقه از شمال به شرشری و آب سمندر، از جنوب به دوآب، از شرق به آب خلیفه و از غرب به جمهوری اسلامی ایران احاطه می شود. در شمال کاکری تنها یک کوه سنگی قرار دارد که به نام کوه سیاه خوانده می شود. اراضی کاکری با توجه به کوهستانی بودن و از جانب اتصال به کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران و به این سبب که امکان حمله زرهی به این منطقه وجود نداشت و خطر عمده‌ای متوجه مجاهدین نبود و نیز موقعیت استراتژیک این منطقه که بین ولایات بادغیس و هرات قرار داشت موضع مناسبی برای تأسیس پایگاه بود. در واقع پایگاه کاکری محلی بود که مجاهدین آموزش‌های مختلف نظامی می‌دیدند و با کارکرد انواع سلاح آشنا می‌شدند. آنها سلاح و امکانات خود را از این طریق یعنی از مسیر سفیدکوه و داخل افغانستان و ولایات مختلف انتقال می‌دادند. نخستین بار در سال 1363 در حدود 30 تا 50 تن از مجاهدین جبهات شهید افضلی و قیادت مبارز بزرگ صفی الله افضلی به این منطقه وارد شدند و دست به ایجاد سنگرها و تأسیسات مورد نیاز برای پایگاه زدند. هدف از تشکیل پایگاه نمبر 1 کوهی جبهات شهید حفیظ الله افضلی در این منطقه حساس و استراتژیکی در قدم اول خنثی ساختن پلان‌های روس‌ها و عمالشون می باشه که تقریبا از 2 سال به این طرف روس‌ها تصمیم گرفتن که این منطقه را به یک شکل نوار مرز مسدود بسازن، همچنان راه‌های تدارکاتی را برای مجاهدین ببندن و ما به همون خاطر این پایگاه را تشکیل کردیم. ما از زمانی که این پایگاه را تشکیل کردیم به قدم اول هدف ما آشنا ساختن مجاهدینه که تازه به سنگرها میآیند. اونا حتی امکان کوشش کردیم از تکتیک های نو محاربوی برخوردار بسازیم و همچنان اونا رو آشنایی بدیم به سلاح‌های ثقیل و مختلف و نو. بعداً اونا رو اعزام کنیم به دیگر گروپ های ایجابه. کاکری دست کم 3 بار به صورت جدی مورد حمله نیروهای روسی قرار گرفت که مهمترین عملیات آنان عملیات دام در اسد سال 1365 برابر با آگوست سال 1986 میلادی بود. پس از ایجاد کمربندهای امنیتی در اطراف شهر هرات در ماه اقرب 1364 و توفیق نسبی این طرح جهت کنترل تحرکات و فعالیت‌های مجاهدین از آغاز سال 1365 طرح بزرگ نیروهای شوروی بستن راه‌های اکمالاتی مجاهدین در پایگاه‌های مرزی و قطع ارتباط آنان با نیروهای مستقر در داخل شهرها بود. بنابر منابع نظامی روس‌ها طی جنگ 10 ساله‌شان 3 پایگاه مرزی مهم در افغانستان همواره برای آنها خطرساز بوده است که یکی از آنان را پایگاه کاکری شرشری عنوان می‌کنند. در نتیجه توافقی بین رهبری اتحاد جماهیر شوروی و رهبری حکومت دست نشانده وقت مبنی بر انهدام این پایگاه صورت گرفت که یکی از بزرگترین عملیات‌های جنگی پیش از خروج نیروهای شوروی از افغانستان قلمداد می‌شود. این عملیات از طرف روس‌ها به نام دام مسمی شد و در تاریخ نگاری نظامی معاصر روس‌ها آنقدر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است که در 10 کتاب و مقاله تخصصی تحلیلی و خاطرات دوران جنگ از آن یاد شده است. و اخیراً 2 مستند از عملیات دام توسط آنها ساخته شده و در تلویزیون‌های روسیه و نشر رسیده است. در این جنگ ارتش شوروی از تمام نیروهای خود در سر تا سر افغانستان استفاده کرد که لشکر 40 ارتش سرخ، قطعه چتربازان کندوز، قطعه کماندوی پایگاه مستقر در مری و نیروهایی از میدان هوایی بگرام و شیندند شرکت داشتند. همچنان نیروهای داخلی فرقه 17
لوای 5 سرحدی، قوای 4 زرهدار و پلیس سارندوی نیز روس‌ها را همراهی می‌کردند. کاکری و دوآب به مدت 1 هفته به شدت توسط طیاره‌ها و توپخانه مورد هدف قرار داده شد. بمباران شب و روز ادامه داشت. 6 روز 7 روز همینطور بمبارد بود. 6 روز نک 1 ساعت لک کرده باشه، همینطور 6 روز دیگه بمبارد میکردم. هلیکوپترها بود و جیتا بود و بمبارد شدید بود. تا این گروه میره گروه دیگه میرسید، تا این گروه میره گروه دیگه میرسید. ایت چری زمین سیاه کرده بود. ایت بمای بله ما میره که با آسمان با دول کارتون پاره میشه، دول بارش به سر ما میخ مبارید. در این مدت مجاهدین سخت از خود مقاومت نشان دادند و موفق به سرنگونی چند بال هواپیما شدند. از طرفی تعداد زیادی از آنان نیز شهید و زخمی شدند. شدت جنگ به حدی بود که در همان روزهای نخست جنگ بیشتر گروه ها و احزاب منطقه را تخلیه کردند. بروز سیم بود، اول صبح بود. یعنی چرخبالا که بیامد بلی ما بچه ها دیدن صدا کرد که یک دانه چرخبال زده شد که خدا بیامرد قاسم جان زد به ماشیندار شستی زد و به دمه های نماز پیشین بود. میکای جنگی شکاری ماد، یکی ادونا به همین که بیامد به دم دره ماد، ادونا زده شد که اهمیت پردهی به زمین رخت از چوکای خود تیاره. او آتش گیری به یک صدای وحشتناکی پیشترم عرض کردم. او از همین کوغل خورد به منطقه گلاشا میگیم، خلبانا خورد به چتر بنداخت لاشی تیاره تا همین وقتام شاید پرتو باشه. و از همون چوکای تیاره که همین تو یاد منه که برفتیم از پایین بیاوردیم، ما به خود چیتی او تیار کردیم که او به داخل دو او مرختیم. همون قسمت بالی بود کجا بود. صد بالا کرد، گفتیم یک کمی داشکی ما مردم پیر میکنه و زیکو یک همون رقم گفتیم شکار کنیم. گفت یک چرا؟ گفت شکار شده. ما گفتیم هم قطره و خرارم گفتیم امروز بزد تیاره ها، گفتیم مگر به کیفت خو مرمی بالا کنیم با اونجا. دیگه مردم گفتیم عقب نشینی کرده، گفتیم قاسم جان شکار کنیم مال ما و شما. یعنی بالا یک سنگ همی تو شیشته بود رو خور و طرف ما کرد. گفت ملا و مار ملا ولی مرد می گفت خب ملا ولی مرد گفت تا ما شهید نشیم، گفت یعنی عقب نشینی یوق، گفت یعنی به ترکی به لفظ ترکی گفت عقب نشینی یوق. و هر چی که زور داشت، چیزی که در کارخانه بود به کاکری استعمال کرد. و به همین وقت روز پنجم که بود، همین کمیته هم که بود، به حساب کمیته چپاتا بود و کمیته حزب اسلامی بود به جنوب کاکری، اینا عقب نشینی کرده بودم روز پنجم. و شمال کاکری به حساب همین پایگاه ناصر بود و کمیته میر حمزه مهربان بود، اینا هم کمیته ها خوریله کرده بودن. مهمترین مشکل مجاهدین گرمای هوا، کمبود آب، مهمات و سلاح‌های پیشرفته بود. سلاح‌هایی که اندک موثریت در برابر دشمن داشت، دهشکه، زیکویک و هاوان بودند که اغلب آنان یکی پس از دیگری توسط دشمن هدفگیری شده و از بین رفتند. او کاکری کم موجود بود. وقتی که بمبار شدی با فاصله فرض کو خیلی را به حیوانات ما می آوردیم با کوه بالا میکردیم. با او کوه وقت بمبار نی حیوان متونست بیای نی انسان. ما مجبور بودیم روزایی که آرامش داشتیم او رو ذخیره میکردیم بخواه. امروز که اگر ما 2 پی او قروانی ما می آمد 3 پی میکردیم، 1 پی ما یک جای پد میکردیم زیر میکردیم. به ذریع 20 لیتری دیگه کرک میکردیم زیر خاک میکردیم. اینا 4 تا تیاره رقم سیاه بود دیدم بیامد. اینا که بیامد همیت زمینی میامد که از طرف شرشیری به رو کاکری ما از مسیر خاک ایران و افغانستان. اینا که بیامد همیت میامد که زمین بالات دوله خبری ها میگیری. یک دم که به پایگاه برسی خوریت آزاد کرد. این سری شوی شد. 3 تیاره ما پرت کردیم. به تیاره 4م رسید، ما دیگه نفهمیدیم که مرمی همی شرید سلاح ما خلاص شد
یا انقطاع کرد، دیدیم موشک دشمن با ما برسید. موشک کمر بزد و همین سنگر و همین کیسه های دوبر ما بود، زیکو یک ککور هم کنده نمیشه، دوبر کیسه میشه. اینا رو ندیدیم که کجا رفته. خود ما وقت از تی دولختا سر خود بالا کردیم، دیدیم همین که سر قله پشت جر پرتو همین صورت سنگر بزد. سنگر بزد همون تو پولیدو مادون، دیدیم توفنگ هم همین تو به زمین بنو خوب برشم به سیر رخ بخیلیدم، همین دیدیم تو تکن مخوره. دیدیم از برادرها 2 تا به شهادت رسیده، یک که زخمی هم. البته از اونا چی بود؟ اونا یک که بسم الله بود، از این بچه های هیرات بود، برادری به نام حاجی شاه محمد نصار اجاده از فرماندهان ما بود، بچه کاکو بود. یکی دیگه سرباز بود، پیش ما مجاهد شده بود، نام اسدالله بود، سر و دورم ببرده بود، امید بم که زده بود، کله بود. روز 6 بود به حساب که حمله زمینی از اینا شروع شد، از این استقامت سرتخت اینا تیاره هلیکوپتر همی کمندی‌ها خور پیاده میکردن و به طرف کاکری هم می آمدن. ساعتهای 9 بجه بود اینا برسیدن به نزدیکات به تیررس همین مجاهدین به حساب. خودی از اینا روبرو شدم. به مو وقت بود که قاسم شهید بیامد به مو سنگر که ما بودیم، همه زیاجان و اسدالله تاجیک. ای روسا بالا شده بودن به حساب به جنوب کاکری پایگاه بود به نام دیو از بچه های حزب اسلامی بود. سر از این تا پا بالا شده بودم رو به دیو پیشرفت میکردم. همین وقت دو بشکه او دیشتیم، همین جمعی اوار برختیم هم زیر آوان به حساب که دولخت نکنه دیگه. ما و همزی هم پایا از ایر بگرفتیم، خود از او عیار کرد، همین مرمی آوان رو بزد. بعد از او برفت و به ما هم گفت اگه متوجه باشیم که تیارا میایه. یک 20 دقیقه طول نکشید تیارا بیامد دیگه. همون منطقه خیلی سخت بمبارد کرد. بعد از باز یک نیم ساعت بعد باز قاسم بیامد که شما تیاریم، گفتیم ها. به یک سنگر بود، ایر سنگر حیدری هم میگفتم، با مو سنگر بالا این یک بیامدیم، یک ضابطی بود و یک مجاهد بود، مچم ای از مجاهدای باقیس بود، نمیفهم اینا شهید شده بود با اونجا. هیچ کس هم نی اسبا و هم خرا هم میگن تکه تکه کرده بود، تیاره ها زده بود. ان ما مردم که با هم پوست رسیدیم 4 تا جیت آمد، ما مردم هم دیگه از این سنگ با پشت از این سنگ پشت از این سنگ بالاخره خور قایم کردیم و با همونجا بشیشتیم. ای تو تشنه شدیم که بیخی همی چیش من 20 متر نمیدید بیشتر، همی تو تشنه. همون رفیق مراد میگفتم این برادر شکرالله از شکرالله خردتره. ای به پیش ما بود، ای خیز کرد گفت همین قمقمه های همین شهیدار ببینیم. ما گفتیم واخی ببین. و دیدیم که به کمر یکی نسبی قمقمه ها بودک. ای رو واردشتیم با همونجا بخوردیم. زخمی و چی زیاد هم میگم زخمی هم گری حقیقت. باز همی دکتر کریم بود، ای دیگه هم تو دست پای خورگم کرده همونجا. ما گفتیم چرا زخمای از این رو گفتیم بسته نمی کنی؟ هم تو حف کشید و گفت چکار کنیم که دو یکر بسته کنیم، هیچی هم گفت ندار. امکان تقویت مجاهدین و اعزام نیروهای تازه نفس نیز به منطقه وجود نداشت. به هر حال نیروهای روسی سرانجام بعد از 1 هفته عملیات سنگین و سخت و گرفتن ساحاتی چون چشمه شیرین، روز 31 اسد برابر با 22 آگوست موقع را مناسب دیده و به پیاده کردن نیرو در ساحه پرداختند که غافلگیرانه در تله مجاهدین افتادند. 11 بیجه بود دیگه، 12 بیجه بود. گفته شمار قاسم جان گفته که بیا به کمک چشم شیرین از اون منطقه گفت نیرو پیاده کردن بیامد، گفت چشم شیرین بگرفتم. انا ما مردم دیگه از زیر هم چیزی توپ میزد، اینا ماشیندار میزد، توپ هم دیگه بیخی رد کنده نمیشد. موشک و توپ و هلیکوپتر و جیتا دیگه اصلا بیخی بدرقم بود. بعد دو پیاده به هلیکوپتر آورد و اینا رو پایین میکرد، هلیکوپتر به زمین پشق میکرد، ایتو نفر خور مینداخت.
باز یا خدای تیاره هم اسکرا را تعمی کرد، باز جایا خیلی صندوقه تعمی کرد اینا، یعنی جلوتر از نیرو خو صندوق تعمی کرد اینا. من اسکرا تعمی شد دیگه، اینا خیز می کردم، سنگر می گرفتم و اینا با ما هلیکوپتر پیش رفت، به پیاده و به تنگ و دفعه جلوتر اینا با ما هلیکوپتر و جیت حمله کردم. اینا خیلی از روسا تعرض کرد بله ما که با قله بالاشه، به ذره نارنجک و این چیزا برای شقل دادیم. با همون شیوگی ها خیلی برادرها این شهادت میده که اونا خیلی به کشتار داد و تلفات سنگین قبول کرد و عقب نشینی کرد. و بعد از اینکه عقب نشینی میکرد فاصله 2 لخ گم میشد، بعد اونا ما با ماشیندار و زیکویک و داشکه میزدیم، با اوان میزدیم، اونا توفای شونگی میزدیم بله اونا، و اونا به سختی خورد منطقه میکشید و میرم. این بار میدان ماین زمین گیرشان کرد و آتش هاوان و ماشیندارهای نیمه ثقیل مجاهدین چنان آنها را در هم کوبید که جنرال داوودی حکایت هولناکی در مستند نشر شده از این لحظات دارد. روزها جنگ را به نفع مجاهدین تمام شده می‌بینند. از طرفی گرمای 52 درجه و کمبود آب آنها را به شدت خشمگین می‌سازد و فرماندهی جنگ و تشدید حملات توپخانه‌ای و هوایی فرمان می‌دهد. پس از چندین ساعت نبرد نفسگیر در ظهر این روز فرمانده پایگاه عبدالکریم قاسم نبی مورد هدف موشک قرار می‌گیرد و به شهادت می‌رسد. یعنی قاسم هم خدا ببخشه بیامده بود، تقریبا 300 متر از ما بالاتر بیا یک سنگر بود، یعنی اینجا گرینوف بود و شیشته بود، همینجا خدای از اینا جنگ میکرد. ساعتهای 2 بیجه بود از اون سنگر ما دیدیم خیلی دود ثقیل بالا شد. همه زیا با ما گفت برو سیک خبر گیر که چکار شده. که من پیش آمدم دیدم که ما اسدالله تاجیک به امرو بفتاده، او زخمیه، قاسم هم به داخل سنگر اونجا شهید شده دیگه. من حتی میگه شما قاسم شهید ببینم، آخر همین بود که به پایین شدم یک منطقه دیدم که قاسم شهید داخل یک قاره افتاده، مثلا تقریبا از کمری خوبم نگفتن از کمر مثلا قطع شده بود. باز که برفتیم که اسد همونجا پرتاب روی از این پرخونه قاسم جان بورده بودن به دیگه جای قایم کرده بودن. همین تو دست پایم خورگوم کردیم دیگه، همین فرمانده ما مردم که شهید شد دیگه هیچی دیگه از آسمانیه دیگه، فقط میگی که هم تو مرمی خوردیم، همین تو شدیم دیگه. اسدالله تاجیک اسیر روسی که در همین سنگر است بر اثر انفجار و شدت زخمی شده و چشم خود را از دست می‌دهد. دیگر همسنگران مجاهد نیز یکی پی دیگری به شهادت می‌رسند و پایگاه سقوط می‌کند. نیروهای باقی مانده مجاهدین پس از شهادت فرمانده قاسم نبی مجبور به عقب نشینی می‌شوند. با داخل اتاقا ما آمد، با 2 اتاق ما که اونا دست زد، اتاقا ما منگذاری کرده بود، منگذاری خود ما میکردیم پیش از پیش، دمه که عقب نشینی میکردیم، تلق خورمیز غریدیم میرفتیم. اونا که میامد یا در به لغت مزد یا در وا میکرد یا به مرمی مزد، اتاق انفجار میکرد. 2 اتاق ما که به سرش انفجار کرد و 5 اتاق دیگه ما در داده بود، پیش نرفت بود. فرمانده پایگاه با ما دستور داد که این رقم چند نفر این کار میکرد که باقی افراد حتی خبر نبود که سر سیم کجاه. نظام قلاور جمع شدیم دیگه، بعضی ای بجو بگو دیگه باز ما هم تدارکات که بیرن در ساعتهای 7 شام بود دیگه، گروپ دیگه حقیقت بپرسیم نظم جنگ بود و حالت نبود که دیگه بتونها اگر شهاد قاسم جان شهید نمیشد جنگ خود به خود کنترل بود، یعنی همون دستگار ما چه ما چارج بود، همون خود به مدار خود همون جنگ به همون رقم میچرخید. همون دیگه وقتی که فرمانده خدا ببخش شهید شد دیگه او هسته او شیرازه دیگه بود و کسی نبود به او توانایی، به او توانایی دیگه ما کسی نداشتیم و
ما هم راه از پیش ما گم شده. او وقت دیگه تیارا دیگه مقاومت مجاهدین نمیکردم، تیارا بیخی پایین آمد، هلیکوپترها که بم دممون نظام قلاور با دوباره زدم شهیدار به حساب بروی اسب بودم به اونجا زد دیگه. بالاخره ساعتهای 7 نیم بود دیگه ما از دریا تیر شدیم. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از طرف روس‌ها، عملیات دام از جمله یکی از 5 عملیات عمده و بزرگ آنان طی 10 سال حضورشان در افغانستان بوده است. آنان در این جنگ از انواع سلاح‌ها و موشک‌ها و هواپیماهای جنگی استفاده کردند. این عملیات از طرف فرمانده عمومی شوروی وقت جنرال وارنیکوف در افغانستان طراحی شده و معاون عملیاتی وزارت دفاع آن کشور جنرال کندراتیف عملیات را رهبری می‌کرده است. در این نبرد روس‌ها ده‌ها تن از افراد نخبه خود را از دست دادند و متحمل خسارات هولناکی شدند که از جمله به زخمی شدن فرمانده جنگ زمینی جنرال داوودی میتوان اشاره کرد. گرچه در آن عملیات ارتش سرخ موفق شد پایگاه را تصرف کند، ولی سرانجام نیروهای اشغالگر و متجاوز روس مجبور به عقب نشینی از سرزمین افغانستان شدند. مبارزان کاکری نمونه ای از هزاران سرباز فداکار این میهنند که آرام و گمنام در گوشه ای از این خاک جان خود را فدای اسلام و میهن کردند. اینان را به حق میتوان قهرمانان راه استقلال و آزادی کشور خواند، راهی که به نظر میرسد تحصیل و حفظش هنوز هم نیازمند سربازی ها و جانفشانی های فراوان است.